بچه‌ها سالتون بخیر باشه. از وقتی که شما این ویدیو رو می‌بینید دیگه ظهره. میخوام بدونم شما وقتی از خواب بلند میشید ساعت 7 صبح چیکار می‌کنید که سر حال بیاید؟ من که از واسه روش سامورایی موها رو با سیخ میخ حالا هرچی جمعشون میکنم، اما یه خط قرمزایی دارم، مثلا تخت. یعنی تا این لعنتی آنکات نشه من از این اتاق بیرون برو نیستم که نیستم. آره خب پس چجور سر حال میایین؟ من چطوری سر حال میام؟ شما چطوری سر حال میایین؟ بریم ببینیم. مسواک میزنم؟ نه گول نخورید، گول اون تخت لعنتی رو نخورید. داستان اون فرق کنه اصلا یه سه دیگه است. مسواک نمیزنم. چیکار کنم؟ بریم ببینیم. باستان رو بده کنار قافیه. قشنگ باستانش گلدون بود. خب این باغچه منه. من بعد از دریا خیلی عاشق گل گیاهم. البته گلدونای زیادی هم میبینید که گلاش به فنا رفته، اما همچنان تلاش خودم رو میکنم. ببینید اصلا وقتی که یک چیزی سبز میشه توی خاک مثلا هیجان زده میشم. اینجا مدیتیشن میکنم، اینجا جایی که توی خونه بهم آرامش میده و کلا هر چیزی از عدسان و لوبیا هر چی که بکنید رو میکارم. این گل خوشگل گوگلی هم تازه سبز شده و به خانواده ما اضافه شده. خیلی خوشم میاد از گل گیاه. بعدش میام سراغ پنجره بیرون نگاه میکنم ببینم کارنا امروز برام چی چیده. ظاهر قضیه نشون میده که گرد و غبار محلی هیچ دیدی از دریا برامون نداره.